آقا سلام. خرگوش آمد. هوا ابری. ساعت داداش 7 صبح. من ساعت 5:30 بیدار شدم، ولی دیدم آقا سرده. من فکر کنم این یارو چیز خور کرده بود ما رو، چون من خیلی کونه من درد میکنه. این فکر کنم چیزی تو غذای من ریخی بلاملا سر من آورد. هوا امروز درخت کریسمس رو میاد میداره. درخت کریسمس چیدی؟ آیسی تو درخت کریس و مس رو با هم میخوای بذاری خوار کسه؟ تو قبلا چی کار میکردی؟ الان درگیر درخت کریسمس هستی کسگش. آقا سلام. تخت رو جمع کردم. مریض احوالم احساس میکنم بذاره. آشغال رو قراره ببرم. این آبا رو من در کل روز میخورم، 4 تا 1.5 لیتر. کلید بدنسازی اینه، قفلشمون. هوا انقدر دلگیره که بعد یه چیز دیگه، خونه من اگه نگاه بکنین دلباستر شده. میدونی چرا؟ خونه من نه هم خونه شما همه با هم. خب اینجا رو ببین. قبلا خب این پرده اینجا کسخل پایین بود. خار خره گاییدم من. این تمام ویو این ور بود. آره الان دیگه از اینجا باز شده. شانشایی داری که بعد بچه ها من سعی کردم اون ستونو مثلا اگه بتونیم دیدی مثلا میخوای خونه بسازی یکی رو میبری یارو کیره خرم سرش در نمیره، یعنی ان سرش نمیشه، فقط باید یه گوی اون وسط بخوره. میگم بهزاد فکر نمی کنی اون ستونو اگه تو کس ننه من بکنی خار کسه خونه مرده رو نگاه کن آقا، خیلی قشنگه، خیلیش رو ببینی، انشالله استفاده خوب بکنی. اگر مجردی بهترین کسا رو توش بکنی، اگر هم که متأهل هستی انشالله که عاقبت به خیر بشی با زن و بچت. حالا تو ستون اون خارکست خونه رو چیکار داری؟ حالا این یکی رفیق حالا احمد آقا حالا تو رو دوست داشت، به تو احترام گذاشت، یه سوال از تو کرد، تو سلی گودی ستون اصلا گفت ستون رو بکشین از اون ببینیم وقت خارکست کبریده مگه بکشین؟ باید کل تاقا رو باید بکنن بچه ها. تو کلی تو خرج باید میخوای بده تیپ داری امروز که بیا. آخ من تمام امروز کیپ برم سر کار. امروز خواستم همجوری یه تیپ مشکی بهتون شد. امروز هم دوباره گلف فاد برم. حرکت های گلف مربی من گفت این صبح تمرین کن. کیف بردارم بچه ها سر صدا نکنین. بچه این اتاق فقط مخصوص اتاق گلف منه. شبا خود تخت چوب میزنه میره تخت خودش تنها میخوابه. بریم سر کار. 2400 دلار این خارکسته برای ما آب خورد. 2400 دلار. هوا رو نگاه کنید این چقدر تخمیه. این استعمال همسایه این ماست. نمیدونم کیه. باتری این جیب اگه 2 تا باتری داره. نمیدونم یه چی شد گفت باید هر 2 تا باتریشو عوض کنی. گفتم آخه خارکسته اگه 2 تا باتری رو عوض بکنم که 2 تا باتری خودم هم باید عوض کنم که خیلی میشه که. بعد یه دیدم یارو میگه بابا خارکسته شما هرچی میسین که بیشتر دارین گریه زاریتون بیشتره. و گفتم با خارکسته عوضش کن بره.
گفت رپته، گفتم تته دادا. بعد شد که ماشین اینجا سلام. میخوام وایسم یه کافی بگیرم. وایسم یه قطمیل و پروتئین و خونه خوردم، میخوام وایسم یه کافی بگیرم بعد برم بشینم. اگه گل بودی از این باغ تو رو میچیدمت، اگه خورشید بودی توی آسمون میدیدمت، اگه نور بودی یه روز میتابیدی به سقفمون تو ستاره. حاجی زدم تو کار این دیجی میجی های ایرانی که ریمیکس درست میکنن. اصلا حاجی یکی از یکی خفن‌تر. حالا اینو ببین چی میشه. او نگاه کن، نگاه کن. هی آیسی، هی آیسی. آیسی عاشق موزیک و 48 ساعت نان استاپ هد زدنه فقط. حاجی اینستاگرام هم تا یه زمانی حال میده، بعدش آدم باید بره تو واقعیت زندگی هد بزنه فقط با این موزیکا. اینایی که اهل حال و هولند میدونم من دارم چی میگم. الان با 3 تا قلاده گردن منو بستن اینجوری، برای من اینجوری خودم میدم جلوی میکشن عقب. اول رابطمون خیلی اتفاقای کیری افتاد بچه ها. همه فکر میکردن که آخر رابطه خوب شد، ولی نه، آخر رابطه کیری در شد. خیلی رابطه ها اند شده، واقعا کیرم تو هرچی رابطه چیه برای همه چی رو ببین الان چی میشه. با کیا میگردم، کجا میرم، چی کار میکنم. مثلا میگه فضولی مگه همه چی رو میخوای بدونی، من کجا میرم با کجا یه میرم. نفر تو رابطه باشی بس گفت بردی خار کسته نیستی، با یه نفر تو رابطه باشی. بابا اینجای ریمیکسر رو نگاه کن حاجی، اصلا زن و بچه حریف میده. فکر کردی من کسلیسم؟ چرا زنگین و تاریک قلبم منی که رنگارنگم. حاجی من این ریمیکس ها رو به کسی نمیدم، انقدر نپرسین. پسورد اینستاگرام هم بهتون میدم، ولی این موزیک ها رو بچه ها نه. تو مخ میرن خارکسته میگن نبید. حالا اینجا شو دوستش داشتم و رفت روش، حالا تو میدونم اون از دست دادش منو، تو شدی این خودت دیوونه. تو هم از اون کامل تری، هم منو بهتر میفهمی، میگیره پیشم خوابت سری، شبی منی بیشتر بتری، حس میکنی هر حرکت منو، تو حضورت برکت منو، با تو دارم دیشب شام خوردیم و اینا، بعد گفت یه فیلم نگاه کنیم. حاجی یه فیلم هست، من الان یه فیلم 1.5 ساعت است، من الان 5 روز یا بیشتر شاید بگم 6 روز میخوام اینو تموم کنم، نمیشه. وسطش هم از اول میذارم با این دخترها ببینم، دقیقا هلوش دقیقه 30 تا 35 یا
آمپر دادا میزنه بالا. به خدا اینو راست میگم. دیشب خندم گرفت هنوز رفتن تو این آدم را دوست تو بین راجه خود دل چی رو عوض کرد رفتن تو حاجی خیلی آهنگ حفظم. خدای من خدای تو امشب چیکار کنم؟ این هفته تصمیم گرفتم هر شب با یه نفر باشم. الان دایرکت ها وای پسرم ایدز میگیری؟ ایدز نمیگیرم بچه ها، میخوام کف کس بمیرم و سالم باشم. نخواستم بچه ها، ایدزم نمیگیرم. ایدز شوخی میکنم با من تنها هر شب بابا. هر شب آقا اینو میخواستم به شما بگم. الان میدونی به چی فوکس کردم؟ الان فوکس کردم سنگین، یعنی وحشتناک. میخوام مخ یه دختری کسکش زدی. میخوام مخ یه دختری رو بزنم خارجی معروف جوون. فهمیدی چوری شد؟ میخوام یه چیزی باشه که ترگل باشه، که یعنی فقط دنبال چی میگن اسم نباشم، بتونم وقتی شلاق میزنم هم خودم حال کنم. حالا الان از امروز شروع کردم دایرکت دادن دیگه. میخوام کنشم دیگه، نمیخوام یه های خالی بزنم، میخوام دیگه به گا بدم دیگه. آره از امروز شروع کردم بچه ها. اگه یه چیز وحشتناک خوب زدم که خودم به وجد آورد، یه کاری میکنم شما به وجد بیاییم با هم دیگه. حالا بهتون خبر میدم. فعلا خداحافظ. آقا بعد یه سری دایرکت وای هوا سرده، میخوام یه دونه گرانده سوی لاته میخوام بگیرم با شیر سوی. هوا خنک، اومدم استارباکس. این زنی که کسکش لختی تو وسط خیابون، این چه لباس تنده خوده. این گذن کسکش دوبنده کشتی کسکش پوشی دیگه. این کسکش میکنه کمپ تیم ملی اومد بیرون، داره میره تو خوابگاه. خار کس وسط آمریکا کیر تو کس خارتو مگه میشه لخت چرخی داخل کسکش. ما گرمکن صندلی رو زدیم، بخاری رو زدیم، 24 ساعت هواشناسی رو بنزم تو سواری خارتو من گایدن. این پول کسکش صاحبشو گم کرده. آقا نخواستیم با ولش کن بابا. اینم صبرش نکن. آقا من شبا که میخوابم همش تو یوتیوب کسچرخ میزنم. این عدسه که میکنین عدسه، حالا یه سری خانوما که عدسه میکنن اینجوری میکنه میگه خارکوز چی شد؟ حالا عدسه هم گرفت. اون کسخل عدسه خار مادر کسته باید نعره کنی باهاش که تمام موی رگای مغزت که خارکوسه رسوب گرفته باز بشه. پس فهمیده چجوری عدسه میکنی؟ همراه با عدسه خود دهنت هم نمید واکن داد بکش، یعنی بزنه تمام رگبگا رو واکنه. نه یه چی که خار آدمو میگاد که چیه فهمیده؟ حالا اینه چی؟ حالا پسران موجوده الان، پسران مد شده میخوام با که الان اصلا اوضاع غاراش گوزیه. میدونی چرا؟ پسران میخوان مثل دخترها باشن، دختران میخوان مثل پسر باشن. قدیم ابروی دختران نازک بود، ابروی پسرها کلوف بود. الان دختران میخوان ابروها رو نمیدونم مثل مسابقه از هر کی اینجوری بده بالاتر شاخکا بزنه رو آسمون. بعد از این ور پسرها میخوان مثل خانوما ظریف باشن. میگیری چی بهت میگم؟ بعد خیلی جالبه، پسرها میخوان خانوما رو بالا برن، خانوما نمیخوان آقایون رو بالا برن. همش دنبال یه آقایون دیگر. من نمیدونم آقایون دیگه خارکوزه کره مریخ باید بیان. ما با هر دختری نه اون پسری که من دنبالش هستم کسکش خارکوسه، اونو باید با خمیر خارکوسه خودت بگیری بسازی اون پسر کسکش.
دیگه پسرها همه یه کسخودن، منم دیگه همه مثل منم یا من مثل اونام دیگه. نه من اون پسر که مد نظر من هست چی هست؟ الان همه پسرها و بچه‌ها کون دوست دارن. این شما یادتون نره، هر پسری که میگه من کون دوست ندارم خودش کونه. این یادتون باشه. میخوایم ببینین طرف اب داری یا نه، سوال کن بگو کون دوست داری یا نه. گفت که یعنی که این برمیگرده به نقلدانش. گرفتی چی شد؟ شجر نامه اینو در بیارین حداقل 3-4 بار فتوا خورده در راه مدرسه. ولی اگه یکی گفت کون دوست داری گفت اون یعنی همیشه زده و در رفته. فهمیدی؟ این دو تا حرکت بچه ها فراموش نکنید. من دیگه قول دادم بچه ها، من دیدم یه سری انگلیسی تدریس میکنن، یه سری خیاطی تدریس میکنم، منم میخوام خارکسته بازی دنیا رو تدریس بکنم. بس بچه ها درس امروز چی بود؟ فهمید؟ بچه ها بگین در مورد چه چیزهایی میخوایم بدونین. من این امروز هم امتحانی گفتم ولی فکر میکنم استقبال گرمی ازش بشه. بگین در چه موردی میخواین من شما رو راهنمایی کنم. 2 مورد بچه ها، بیشتر نمیگم ها. روزی 2 مورد، یک شنبه هم روز تعطیل من، کار نمیکنم. حالا میخواین باور کنیم میخواین نکن. ای خار تو صف و من گاهیدم. ما یه روز اومدیم خارگوزین ماشینه مثل این سگای بد اخلاق داره من نگاه میکنه. نه چی شد؟ اینه اون دختر اصلا اینه. آقا این دماغو نکشیم بالا. من دستمال همراهم ندارم، چون دماغو میکشی بالا میره تو معده، دوباره راشو پیدا میکنه برمیگرده میاد تو دماغت. فهمیدی؟ کل روز توی باید بدی بالا، اونه بدی پایین. الان من چون خودم اهل حاشیه ماشیه نیستم، باید همون یه دختر وحشتناک بزنم مخشو. امروزشم فکر میکردم اگه الکی بیاره پسر رو بگیرم بیارم بگم این عقد حلقه بدم بعد همه جا پخش بشه، بگم آیسانه باز اهل فن بود خودش، یه ذره اسم در کنم بعد دوباره بگم آقا شوخی کردم من هر شب این دختر دادم. بعد بودم نه این به درد نمیخوره. احتمال داره قدیر رو تو شهر ببینم بگم وای قدیر حسین رو کشتن، پسرتو کردن قدیر، پسرتو کردن. حاجی الان شده برادر رئیس اداره محیط، یعنی چیه مسافرها میان جهانگردی. حاجی الان میخوام با حاجی صحبت بکنم. این پیج خدا تو اینستاگرام هست، اون ادمینش عوض بکنم حاجی. نصیحت‌های حاجی خدایا با آدم به خدا نزدیک میکنه، یا خدا تو رو متنفر میکنه کامل، یا که تو رو به خدا نزدیک میکنه. چون میدونی که حاجی نیست خودش وضع مالیش از اول خوب بوده، اصلا نمیدونه پایین چه خبره. گرفتی چی شد؟ میمونه پایین هم اون خبره بالا هست. در صورتی که نمیخوام حاجی، نمیخوام تو رو به چالش بکشم، ولی دمت گرم حاجی جان، ما همه طرفدارت هستیم. آره اسپانیا دیگه خونه زندگی حاجی داره. وای خار کسته چی داری کسکش؟ مگه اومدید تو باشگاه صاحب قرانیه برای زرشک بلوامور؟ خار کسته بیا دیگه، کیر تو کسته خاره. How's it going? Can I have one grande soy latte, please? One grande soy latte, hot Yeah. Yes, with extra shot, please. Extra shot? Yeah. Okay. چیزی میخوان شما یا نه؟ No, they go. That's it? Yeah. Yes, okay. Just a grande hot soy latte with another extra shot. It's going to be $7.47 at the window. Oh, thank you. کافی اوردر دادم با شیر سوی. در از همه شیرها یک کسوشه دیگه. صبح دختر اومد دست بندازه دور گردنم با ناخون بکشه منم بیدار شدم، اعصاب شیری. دختر جان برو دنبال عاقبتت سر صبح دیگه. من نمی‌دونم چرا متوجه نمیشین شما.
حتی اینا خارجی هن نمیدونم من دارم چی میگم. فهمیدی؟ حالا آقا من رفتم دیگه، خسته شدم، خداحافظ. من همین الان یادم اومد که اسمشو گذاشتم مطلب آخر. میخوام به شما بگم من قدیما یه رفیقی داشتم به اسم، یعنی رفیقی داشتم که رفیقم دارم، اسم این بود مجید عالمی. یعنی من فکر نمی کنم در دنیا کسی به اندازه این آقا دختربازی کرده باشه در دنیا. یعنی اون دنبلزریان کسکشو، این چیزی که من خودم به چش خودم دیدم به مدت 15 سال. اصلا ندیدیم آقا، ندیدیم، نشنیدیم مثلا. بعد این مجید لاغر بود اون موقع، مثلا کوربت داشت و اینا، کوربت از دبی آورده بود تو ایران، کوربت نارنجیه بود، شهرک غرب، من باش بودم، همون یادتون هست. آره میخوام بگم که آقا حرف مردم رو با دایورت کنید رو کیرتون. میخوام الان بهتون بگم چیه قضیه و یادم اومد. بعد این رفیقای من همیشه که می اومدم، بعد من و مجید همیشه با هم بودیم دیگه. بعد مجید این مقدار لاغر بود آقا، نه سیگار میکشید نه تو عمرش سفید دیده بود، اصلا سالم یه مشروب و یه قلیون. هر کدوم از رفیقای من میدیدنش بعد به منم نمیگفتن با هم دیگه، مثلا میگم خیلی ما مواد شناسیم. بعد نیست مثلا کوربت هم داشت و خوشتیپ بود و کسموس هم حالول میکرد، همه توپ زده، توپ خارکسته. بعد تای پیش هم یه جوری میگفتن که اصلا انگار یارو پرتغال و مثلا توشو پر کرده مواد، توپ زده، توپ بالا، بوم بیم بوم. بعد میگفتم آقا چرا کس میگی بابا، خارکسته، این یارو استامین کدنین نمیخوره. بابا تو چه میدونی، تو نمیزنی نمیدونی. بعد دوباره اون رفیق اون خودش نگاه توپا، بعد چش خودش هم نازک میگه. میخوام ببینم، میخوام اینو بهشون میگم. حالا من که با مجید بودم میدونستم هیچی نمیزنم. میخوام بگم حرف مردم چقدر کسیشه. یا مثلا یه مطلب دیگه میخوام بگم، اینایی که میان پشت سر زن و بچه مردم صحبت میکنن، کسشر میگن. نمونه بعدی رفیق داشتم تو شمال، زنشو میدیدم حاجی با کی رفیق، صبح میره سر کار، چیزی نمیگفتم، گفتم بین خوب زنش با یکی از فامیلاشون میپرید. بعد هر شب که من و این میرفتیم بیرون دور بزنیم، عرق بخوریم، قلیون بکشیم، زن فلانی رو دیدی، کس فلانی، او زن فلانی رو گرفتن، اون یارو اومد زنه به خواهر فلانی نه. بعد تو دلم میگفتم نه این کسکش نگاه کن. حالا اونا رو من خودم آمارشون رو دارم، آقا یارو هیچ کاره است، تو کسکش بیا اینو بگی جمع کن. منظورم که آقا به والله قسم اینو دارم میگم، اگر صبح تا غروب میخوای دپرس باشی، قصه بخوری، قصه بیپولی رو بخور اگر میخوای بخوری. حرف مردم رو واقعا دوتا پاتو واکن برین وسطش، انقدر کسی شعر میگن. آخه ولش کن دیگه دادا گای. آره یه سری ها میدونه که برادر جان مریضن. بعد اکثر رفیقام توی کلان رفیق میگم، حالا زن مرد همه چی، اونی که کس زیاد میگه عاشق یه گوشی هم هست که کس بشنوه. خدام نکنه مثلا تو هم تایید بکنی دیگه، یعنی تایید بکنی خار مادر آدم به مدت 6 ماه گاییده است دیگه. یعنی هر زنگی بزنه شاید اول صحبتون رو نکنه که تو رو خسته نکنه، خب چه خبره، اون چی شده، این چی شده، خلاصه باز تو رو میبره ادامه همون صحبت. گرفتی شروع شد، حاشیه بعدیش همینه دیگه. الان تو به من میگی، من دفعه اول تایید میکنم، دفعه دوم سوم چهارم، بالا هر دفعه که زنگ بزنی میخوای صحبتشو بکنی، بعد میفهمی که شاید آیسی عقاب حوصله نداشته باشه. خب بابا قدیر چطوره، خب قدیر کی میاد و کی میاریش و اینا، راستی اون صحبت بود فلان. ولش کنین آقا، اصلا بگین آقا رها کنین، منو رهاش کنین. مادر یکی از کارمندان دیدم مثلا من مادر پادر نداشتم از بچگی، اوضاع من خیلی خید و کیری بود، مکزیکیه، برای من صبحونه درست کرد، اینو درست کرد من بخورم. منم برای همین تخم مرغ خارکوسه رو غلاف کردم. به خواهر تخم مرغ باید جان غذای سلطنتی رو داری که یه حال کن. این توت فرنگی این همه رو بخورم که خارکوسه رو تردمیل بخواهم شب که آقا جای شما خالی. سر کار برای خودمون با یخچال کوچیک داریم و زندگی کیری نشستیم اینجا. یکی از رفیقام
4 سال و نیم زندان بود، ماه دیگه میخواست اعدام بشه. خب رفیق با 3-4 ماه باش کیپ تو کیپ بودم، بچه تهرونه. چند تا ساین به فارسی میشه چی؟ چند تا نشونه وحشتناک دیدم، دعا کردم، یه سری حرکتایی کردم این ور اون ور. امروز رضایت گرفته، مادرش زنگ زد الان جواب ندادم 2-3 بار، بعد خواهرزاده‌اش زنگ زد گفت جواب بده داداش خانم کار داره. انقدر گریه کرد، گفت خواب دیدم که پدر بزرگش من میگه که از به من آیسان تشکر بکنید. حالا میدونم فکر میکنین کسی شعر، حالا اگه اوکی شد میارمش روز لایو برای شما تعریف بکنه. اونم همین نشونه ها رو دیده، هنوز باش صحبت نکردم. آره آقا سلام، خسته نباشین. میگم من دارم میرم کلاس گلف، چون گفتم که میخوام خوب یاد بگیرم. ساعت 4-5 هم میرم، 4 که کسچر گفتم 6 اینا میرم ورزش. بعدم امشب میخوام برم شام. یه دوست دارم سلیم، اون یکی از دوستای صمیمیش از دانمارک اومده. سلیم بزرگ شده دانمارکه، 10-15 سال آمریکاست. یکی از دوستاش از دانمارک اومده، میخوام برم فردا فرمول 1 نگاه کنم تو لاس وگاس. بعد امشب میخوام بریم رستوران بشینیم شام، یه جایی رستوران ایرانی. ولی برای من ببین فرقی نداره، من هر جا برم باید تمرینات گلف خودم را داشته باشم. دستکشم خریدم دیروز، اینا دستکش گلف. آره تا انشالله تا آقا من از شنبه احتمالا یه مقدار کمکار بشم به مدت 4-5 روز، چون یه خانومی از اروپا داره میاد مهمونمه. میخوایم با هم امتحان بکنیم که اگه اوکی باشه با هم دیگه ازدواج بکنیم. یعنی میخوام الان یه هفته بهش گفتم این یه هفته‌ای که میای آمریکا میخوام یه جوری باهات برخورد بکنم که انگار زن و شوهریم. گفت یعنی چه جوری و اینا؟ گفتم دیگه زن و شوهر جلوی هم میگوزن، فوش میدن، پشت سر مردم صحبت میکنن. گفتم من تو هم باید به هم قول بدیم همه این کارا رو بکنیم، پشت سر مردم فوش بدیم، غیبت کنیم. بعد گفتم فقط هم شب اول هم دیگه رو بالا بریم، بعد دیگه انگار زن و شوهر پاشون به پای هم میخوره، انگار خواهر برادرن. همه مردا به فکر زنای دیگه ان، زنای دیگه رو جسارت نمیکنن. آره استوری مثلا جای 100 تا 50 تا میذارم، میخوام بیشتر وقت با خانومم بذارم. یا دیدی که نامزد کردم سری حال کنیم. این همه آجی 1 سال ما داریم با هم رفاقت میکنیم، من با شما بیریا. نه شما از من چیزی خواستین نه من از شما. ما یه چیزی از شما خواستیم، آقایون به همه بگین که من خارکسته گلف بازم. حالا کسایی که از اول با من بودن خودشون میدونن من ثبت نام کردم و اینا. حالا اگه دوستای جدیدتون داره میاد به اینا نگین این کسخل تازه کاره، بگین این قدیمی گلف بازه. اینو خدایی راست میگم به قرآن. حالا شاید جنبه شوخی داشته باشه. دستکشم خریدم، یه چوب آجی هم پشت گاهیدی 2 تا چوب خار کس کشید 2 تا چوب گاهیدی، 2 چوب آوردیم اینا ای پروردگار بزرگ شکرت آجی، خیلی شما رو دوست دارم به خدا. دیشب دیگه آجی ما انسانیم، دیدم کسبازی نمان در بیاره. دیشب آجی ما غذای ایرانی خورده دادیم و اینا، دیدیم آجی شکممون خالکوسه نفخ گرفت. بعد دخترم که شب بغلت میخوابه خالکوسه 5 دقیقه 10 دقیقه نیست نگه داری که. من هر 1 ثانیه بار بلند شدم میرفتم دستشویی، مثل این کمپرسی یه بار خالی میکردم دوباره میومدم. بعد دخترم اینجوری کجا میری میای اینا؟ گفتم دستشویی. گفت خالکوسه مگه فضله گوسفند کس که 1 ثانیه بار میری 2 تا نخود میری میای؟ گفتم نه شکمم باد معده و اینا. بعد آمریکایی بود دیگه چی کرد؟ گفت نه اوکی اینا. گفتم خالکوسه من بگوزم ولی تو جلوی من بگوزی که من همینجوری از دخترها 50 خوشم میاد. گفتم یعنی متنفر میشم از تو. گفت یعنی واقعا میگی؟ گفتم بابا کسکش من همه چی رو تو اینستاگرام میگم، فردا برم چی بگم دختره تا صبح کسکش داشت میگوزید تو رختگاه. بهش گفتم ببین من با این دوستای من که تو سوشال مدیا من هستم ما رفیقیم، همه چی رو با هم دیگه میگیم.
گفتم من اگه برم، گفتم بعد من میخوام با تو ازدواج بکنم، من 2 روز دیگه چی برم بگم آخه؟ 2 روز دیگه بابای من زنگ میزنه خواهستان جان این دختره که میخوای بگیری چی درس خونده است، چی از چی کار است؟ نه فقط میگوزه شب تا صبح. چی دیگه ساعت الان جدیدن آجی، من قبلا یه بار فقط چیز میکردم، الان که مشروبم ترک کردم و علف که آجی علف که زیاد بکشی فقط اون 6-7 ماه اول خوب آماده سیخ میکنی، بعد ببین اصلا یعنی یاد سکس میفتی، اولین چیزی که یادش میفتی اصلا فکرش لذتش نیستی. واو کی میخواد بره دوباره خودشو بشور و دوش بگیر و گوشو پاک کن و کرم ولش کن. الان که ببین انقدر دور و بر من شلوغه اصلا یعنی باورتون نمیشه. یک نفر از توی اینستاگرام، آقا من از اینستاگرام خودم هیچ حرکتی نکردم، خدا شاهده به قرآن مجید، فقط دارم با داداشیای خودم حال میکنم. شما صبح الان مسافرت، 1-2 تا مسافرت میخوام برم، با این 1-2 تا مسافرت خوشگل میخوام برم یعنی الان دوباره شروع کردم به کار کردن. قبلا یه ذره کونم گشاد بود کار نمیکردم. وزنم شد 95 کیلو. رو ترازو نمیخوام برم، به خودم قول دادم که تا یک شنبه بکنمش 97 کیلو بعد برم رو ترازو. یادتونه 90 بودم 91-2، الان 95 6م، تا یک شنبه میکنم 97. خارکوسه گاو اسرائیلی باشه مثلا. آقا مثلا میخوام ببینم شما حالا دخترها پسرها فرقی نداره، شما هم اینجورین، مثلا با یه دختر دوست میشم، خدا نکنه از تو ازش خوشم بیاد، حالا مثلا بگم حالا بذاری ذره جواب تکسیشو دیرتر بدم، این بیشتر فلان بکنه و اینا، بعد انگار اینا میفهمن همون لحظه، بعد درجا خرسواری عوض میشه، من میشم خره، دختره میشه سواره. حالا از صبح تا غروب خدایا یادت هست با یه دختره داشتم فابریک میشدم یه هفته پیش، صبح کسکش میگفتم صبح بخیر نمیگه، الان ای به من تکس فلان بالا، گفتم با برو دنبال کارت. با اون موقعی که به شما میگفتم انرژی منو نکشین، لب به من بدین روز اول، نه جلسه اول کی لب میده؟ جلسه اول و خارکوس پنجم چه فرقی داره؟ لب بزرگتر میشه کوچی. حالا ما هم دیگه رو بشناسیم. خارکوس تو روز اول و پنجم مگه تو چی مأمور اطلاع سپاهی مثلا تو روز اول نتونی منو بفهمی، بعد منو سرتر بکنیم بازجویی بکنیم بفهمی؟ روز اول و پنجم هر کی دختر با من خوب باشه، اینایی که مثلا با من هستن اذیت منو نکنن، منم با اینا خوبم، ولی بخوان جلسه اول دوم منو اذیت کنن، خال مادر منو بگن، حضرت عباسی دارم میگم فراموش نمیکنم و نمیبخشم بچه‌ها به هیچ. چی میگی کسکش؟ آجی خیلی شما رو دوست دارم به جان قدیر، دیگه گاییدین دیگه. من رفتم خدا آدم میرم گلف، میگم گلف اونجا فیلم میذارم تعریف منو بکنین. گلفو بگین تو رو جان قدیر به رفیقاتون، گلفو بگین، گنگ منگ بگیریم بگو خال مادر هرچی گنگ گاییدم. ولش کن، گنگ کجا؟ من خارکوسه، من تنها لاتی که کردم آخرین بار سربا شاشیدم، تموم. چی به گلف ببین حال کن، یکی هم پشته. آقا من دارم میرم کلاس. اوه دهن خارکوسه. میگم از کلاس گلف هم برای شما استوری بذارم یا نه؟ دیگه زیادیه تمرین و شور بگیرم از که چیزایی که بچه های عکس اینجوری از من بگیریم، یه عکس با چوب بگیره جان. سر قدیر برای خودت حال میکنی کف آمریکا هوای کیری، دمت گرم واقعا. اونجا دارم میزنم نگاه بکنین تعریف از من بکنین، دمتون گرم. فعلا خداحافظ. You don't believe that.
What you doing? Hi, handsome. Tell him how amazing I am. He Tell him I'm the best golfer. amazing. And you know I'm what? the best golfer in the When world. You were just hit a few balls yesterday, and I'm not just saying this. No, I didn't actually. But no, I know you didn't have a lesson, but when you were here and you hit, I was looking. You can't believe how much better. For Like real? you just go into Memorial Park. Oh yeah, every week. I can't believe how much better you got. 100 swing. But good. I mean, not just because it goes in the air, your basic fundamentals. I told him people say your teacher is so hot so you have to take a video. بهش گفتم همه میگن که مربی تو خیلی خوشگله باید ویدیو بذاری میگه کسچر نگو. Okay, so I want you every swing today. I want you to know where your ball placement is. So when I put it down, you'll hit the ball. If you put it down, watch me. Don't walk in every ball like this. Put one hand on, have your feet together. Don't put both hands on. Watch what I do with my feet. Step out with your left foot first, equal distance with your right foot, and that gets your ball placement, okay? Then, bend from your hips, slightly flex your knees. Where your arms hang down is where the grip goes. Now, look through it. So, to prevent, it's the rotating of the hips that swings the arm. So you can't get here, you go here and then you go. So see how that, but my upper body cannot control, my arms are swinging because my core, someone that works out, you know the body, your core is from here to here. That's rotating. And the rotating آقا اجازه دستشویی میشه رفت؟ is what swings مدرسه your باشه؟ arm. Okay, I got it. Nice and easy. Great swing. Look at that. Don't worry about it, but you slowed down. Enough. I just like it that you Did you feel like you swung all the way through? چون یکی از مرگبارترین ضربه های منه برای امروز. یه ذره باد داشت امروز رفتم شب به خاطر باد بود. رفتم مثل بچه های خوب گلف و بازی کردم. الان اومدم اینجا سرد بیرون برای خودم اینجا خنک نشستم یه غذایی بخورم و برگردم سر کار. تا ساعت 5:30 سر کارم، بعد میام خونه دوش و شبم شام. آیسی برای خودش تنها حال میکنه. ما خواننده هایی بودیم که دعوت می شدیم به دربار و برای مهمانانشون آقا سلام، اومدم منزل، بعد دیدم این دخترهایی که آفیس کار میکنن ببین برای من چی کار کردن. نگاه کن آجی چقدر قشنگ شد. اصلا دیگه دلت نمیخواد از خونه بری بیرون. این پردرم که با میکنه بیرونم ابری جان.
یه 2 سگ پاگوتای پودل میخوام، پودل 2 سگ پودل میخوام بچه ها. حال کردی؟ چه درخت کریسمسی من دارم با گلف، شو گلف باید بذارم اونجا. الان دیگه 2-3 ماه خواهر این درخت با عکس گایده از اینجا، دیگه آماده باشین برای 3 ماه گایدن. اینقدر این درخت رو میبینین از هرچی پاییز بهاری بعدتون میاد بچه ها. ای خدا چه صفایی، وای وای بهار. $2000 دادیم خارکوستر سوار شیم حداقل. خسته پنگوان باشه کنکش. این همه پول خرجت کردیم خارکوستر ببینیمش کسکش مکانیک تو ماشین همین چی کشیده. این داداش خواهر مادر ریه رو میگاد. جان چشمک بزن شاهنشاه، چشمک بزن شاهنشاه. این رو دینه کنترش دارم میرم تمرین، بچه ها اذیت نکن. ¿Sabes? You can't be. Golfing shit. You know, this golfing, man, this fucking, you know. I'm sorry, mister. That other one is... They're the same. No, they're not. Yeah, so this one is gonna touch.
One more and then we go 10. Finito, cosito, cern. Finito, cosito. Hey, you know how in Spanish is el que come callado come dos veces. Finito, cosito. Cosito, fitito, fitito, cosito, titito, titita. Pitito, chiquito. Tell them I go to the golfing. Hey, my man right here, professional golfer, he broke his hand. Hit a 130-mile shot. Had سلام، خسته نباشین. رفتم یک ورزشی کردم، یه ورزش خیلی عالی. زیر بغل زدم و جلو بازو، فقط حرکت‌های جلو بازو رو نمیتونم هیچ کدوم اینجوری بزنم، باید همه رو اینجوری نگه دارم، چون این مچ دستم گلف بازی کردم درد میکنه. گلف خارکوستر یاد نگرفته، خار دست گاییدیم. زنه برگشت گفت اینجوری که تو خار دست خود گاییدی، گفت معمولا اینا که خیلی حرفه‌ای ان اینجوری میزنن میگن. خدا ما تو گاییدن استادیم، ولی گاییدن خودمون فقط. آره دیگه، اینقدر زنه از من تشکر که اینقدر منو دوست داره زنه، خیلی با من خوبه. الان هم دارم میرم خونه یه دوش بگیرم، ساعت 8 غذا بخورم، مهمون دارم، یه مهمون دارم از یه شهر دیگه داره میاد. این هفته همینجور قلنج کشی پشت به پشته. جام کویتاگر قلنج کش، ماساژور تیم ملی باشه پسر قدیر خارکوسه. آره دیگه همین دیگه، فیلم نگاه کنیم راحت تو خونه بشینیم. شام نمیرم. دلیلی که شام نمیرم، میخواستم برم فرودگاه دنبال یکی از آشناها، بعد خودش گفت من با تاکسی میام. هیچی دیگه، ما هم باشگاه رو کنسل شامو کنسل کردیم با دوستامون، همه میرم ولی خودشون. بعد دیگه همین دیگه، فردا صبح میخوام رویز رو ببرم نمایشگاه بشورم، پس فردا میخوام اینو ببرم که دیگه مهمون من از یک شنبه اومد دیگه، رجالی خارکوسه دیوسون دورای متروکه رو بزنیم اینجا. جان برو کسکش دیگه، برو دیگه بابا، خار به درت گاییدم. خارکوسه چرت میزنم. میری یا پسر قدیر باید از روز رد چه با ماشین الکی شرارتی بازی فلا اینا. حال من میبینید چقدر خوبه. از مانده مشروب خدایی گذاشتم کنار. خدا جان 100,000 بار شکرت، هرچه دارم و ندارم مدیون تو هستم. حتی این نفسی که میاد و میره، نفسم به نفست بنده، خدا جونه. الان یه سری از دوستان که مثلا تو اینستاگرام درآمد دارن و اینا، همه میگن که آره این آیسان چجوری تو هر روز استوری اینقدر بلا. من دایرکتار حالا وقت نمیکنم متاسفانه جواب بدم، ولی میخونم. داداش چی میزنی که روزی 200 تا استوری الان تو 10 ماه هر روز نشده 100 تا کمتر بذاری؟ داداشی اعصاب من راحته، چون با آدم‌های دیگه کمتر در ارتباطم و دروغ چرا بهت بگم، تخمم هم نیست کی چی میگه، کی چی کار میکنه. هر کی داره خدا بهش بیشتر بده، هر کی هم گرفتاره تا اونجا که از دست من بر بیاد دستشو میگیرم بیاد در کنار خود من. میگیری چی بهت میگم؟ آره دلیلی که من همیشه سرحالم خدا رو 100,000 مرتبه شد به خاطر اینکه انرژی من آدمای دیگه نمیگیرن، چون به من دسترسی ندارن. سر آدم با تو زندگی خودت باشه، فقط کسبازی کن، حال کن داداش. حالا میگم هر کی در صنف خودش دیگه. حالا میخوای بیزینسمنی برای خودت بیزینسمنی کن،
آی اون به اون داد، اون کنه اون گذاشت و این به اون گفت و آی اون ماشینه رو خرید و این از کجا آورد که اونو خرید و فلان کرد و اینو ببین چی شده. این یه تیکر گوش کن مثلا یارو ماشین میخره ببین چند نفر خواهر مادرشون گاییده میشه. اونو دیدی؟ آره اون خواهر فلانی رو گایید، کلاهبرداری کرد، ماشین خرید، تا خرید اون کسر دیدی کثافت سعی رفت با اون چقدر قیافش کیریه به خاطر ماشینه. 4-5 نفر الان آلوده شدن چون طرف یه ماشین خرید. حالا من اگه ببینم میگم جام شیرمرد بزن امشب حال کن، بزن نفت در بیاد، دمت گرم بزن. تا اینه که میگم سریع یکی دایرکت میده هلو آیسان جان کجایی؟ گیربکس من تعمیر میخواد، بیا خواهر کلاجو بگم اینجا. بعد خدا درجه با من تلنگر میزنه، دیدی یه خارکوسه با بنده من خوب بودی به تو جایزه دادم. حالا من جایزه اینا رو میخوام به من میده دیگه. فهمیدش؟ به همین سادگی. من برای چی بعضی موقع میگم که اگه اوضاع من روزی خراب بشه خودمو سریع برمیگردونم بالا، چون مغز من از صبح بیدار میشم شکر پروردگار بازه دیگه. از صبح که بیدار میشم من حتی مثلا بعضی موقع همین جلوی تلویزیون نشستم دارم فکر میکنم به جان قدیر به حضرت عباس، فقط به خودم فکر میکنم. پیرشم مثلا یعنی میتونم مثلا لب ساحل دارم قدم میزنم با خانوم من یه پیرزن و نوینای من بگن یه شهر دیگه میاد. بعد مثلا من دختر دارم، داماد منم از این کسمشنگاز، بعد منم خوشحالم. بعد مثلا با من میشینه مثلا داماده مثلا صحبت میکنه آره اینا آمریکایی ان خانواده خانوم من، آره شوهر دختر من داماد من، آره من دایی من قدیم خیلی دیوانه بود. خب مثلا چیکار میکرد؟ آره مثلا با ماشین ترمز دستی میکشید. خارکوس دیوانه من بودم، یه مش عملی و خارکوس بازی جمع کن که صفت خانم این داماد بگی ردش کن برمیدی. بعد دختر من نگاه میکنه میخنده و تو دلش میگه که بیا این کسخل نمیدونه پدر من چی دیوانه ایه. بعد خانم من جاکلین آمریکاییه دیگه اونم. بعد هی تو آشپزخونه مثلا دختر من نگاه میکنه نگو این کسافت کاریه بابا تو، نه بابا بگه خارکوسه اینا خارجی ان دیگه. بعد اون موقع مثلا دارم استوری میگیرم بچه‌ها این تولد 68 سالگی من هستش. بعد اون لامه‌ها مودی هم دیگه که مودی قاطی کنه زن و بچه و نوه و داماد همه رو بریزن بیرون. خارکوسا جمع کنیم بریم بیرون بابا کسخل خونه ساحلی منو به کیر دادین کجا. بعد شب زنگ بزنم 2 تا جنده توپ بردارم عرش مثلا حالا میامی هستم همون 65 سالگی الو زنگ بدن 2 تا خارکوسه بگی میاد ببینیم تو زن و بچه داری؟ این خونه که پول وسیله‌های زن و بچه است. آره نیم ساعت پیش تصمیم گرفتم همه سیکتیر بیرون شما خانمای منین بیاین تو گلگلیای من. ولی بعد پیش خودم میگم حالا اونورم هست که مثلا آره من 2 تا پسر دارم مثلا 22 ساله و 24-5 ساله، من مثلا 70 سالمه. بعد مثلا توی یه خونه ویلایی ما نشستیم من با خانومم طلاق گرفته ایم ولی با هم زندگی میکنیم به خاطر بچه‌ها، چون خودم بچه طلاقم خواهر مادر زندگیم گاییده شد از نظر روحی. مثلا به خانومم میگم که نه باید با هم دیگه. اسم خانوم من از مارتا اون آمریکاییه ولی یه مقدار چیزتر آرامتره که ولی میفهمه زیاد. مارتا چیکاره از بازنشسته بیمارستانه، ماماه، فهمیدی؟ این خانوم دوم من اونم اولوز 60 خورده سنشه. بعد پسرای من زنگ میزنن دوستاشون میاد و اینا، بعد من مس میکنم اون موقع دیگه. تا اون موقع قدیر خارکوسه که دیگه اختاپوس زنده مونه پدر من. تا اون موقع پدر من اون موقع دیگه همه میریم دیگه دور از زود دیگه. من بعد خاطرات قدیر تعریفم گریه. بعد خانومه میاد کول منو میگیره، خانوم مارتا، فهمیدی؟ بغل من فکر کنم ایرانی ان کسکلیت کردن نمیرن شیشه دودی بده من فرار کنم، چون من دارم خاطرات مارتا رو تعریف میکنم نمیشه عکس گرفت الان. آره بعد اون دوستای پسر منم اومدن اونجا و حالا خونه مثلا 7-8 میلیون دلاری دارم اونجا قدیمی. بعد خودم دیگه مثلا میخوام برم سیگار، قلب منم ناراحته دیگه، انقدر خارکوسه بازی الان جوونی در میارم قلب تا اون موقع بکیره. بعد مثلا میرم توی گاراژ مثلا میخوام برای خودم نجاری بکنم اونجا، اینا دارن نهار درست میکنن و بچه‌ها بیرون دارن عرقخوری میکنن، من مثلا تو کار نجاری با یه سگ کوچیکم دور منه. بعد یواش اونجا مثلا میخوام موقع دیگه سیگار مثلا میکشم، یه کام بگیرم یه خانوم من به پسرش بوی سیگار میاد، برو این بابای پدر سوختت دوباره با این قلب ناراحتش داره سیگار میکشه. بعد تا اومد من سیگار پشت دست، فهمیدی؟ به مامانت چی نگو، با پسرم مثلا جورترم، پسر کوچیکه با خانومم خیلی خوبه، اون اصلا آمریکایی کامله. آقا من رسیدم خونه دیگه. آره اون زندگی هم بهش فکر میکنم دیگه دستی رو بکشم و برای خودم زندگی بکنم دیگه. هر از گاهی هم بعد برنامه‌م اینه که
ملکام تو هیوستن باشه، خب خودم مثلا برم کالیفرنیا زندگی کنم، بعد به خانومم هر چند وقت یه بار میگم برم هیوستن به ملکا سر بزنم. اینجا پر یه عالم جنده میشناسم تو این شهر، فهمیدی دیگه؟ اون موقع با جنده بازی کرد، پا کسی به من 65 سالگی نمیده که. خب بعد مثلا میام هیوستن، اینجا میرم به باغ، مثلا موقع باغ ما میگیرم 2-3 تا رو میگم یه شب بیان تا صبح باشون حال میکنم و اینا. نورالدین کام، این دیگه کل خاطرات من به شما گفتم دیگه. نورالدین اون موقع باغبانه، پیرمرد. نورالدین بیا علفای پشت حیاط دم استخر ویلای من دیارو شد، بیا به چمنزن ما اومد جان. نورالدین هم اون موقع یه خانوم گردالوی چاق از اینایی که پیرن بلند میپوشن تا پایین، چاقا، خانومش اونجا برای خودش. آقا بقیه خاطرات برای فردا دیگه همه فانتزی زندگیمو فانتزی کستسی کردم برای شما جان. خانمای من دیدی 2 تا بچه دختر، 2 تا پسر یه دختر. آره داماد کس شعر بخواد بگه خار مادر داماد ماما دعوا میدم من. آقا نه آقا دختر نمیخوام اصلا. دختر چی با داماد اعصاب منو باید خورد بکنه کثافت. اما 2 تا پسر میخوام جنگی باشن، دختر باز تیپ پسرای من. نورالدین پسرای من باید به مامانشون نرن، باید به من برن مامان پسراشون. بگو به اینا خوشتی پاچاتی هان ها چی گرانگان ها رو شخارون گوی کریسمس رو بکن خودتون رو بچه ها آماده بکنین، چون من تنها دلیلی که در کریسمس رو بس کردم به خاطر اینه جان. انقدر وای نگاه کنین اینجا خبری نیست، چون چه جنایت ها که آیسی باید بکنه رو اینجا. خدایا شکر خونه مال منه. در کریسمس داره که جان درخت داده که تمام الماس خاویار روش خارکسه اونجا رو. حالا خارکسه ما اشکی رو نریم یه چیزی بخریم اون زیر بذاریم. مثلا بعدم هم میاد الکی بعد مثلا بچه هستی تولد تا برات نگرفتم، میگی تولد بعدم میاد ولی هیچکی نگرفته برات. جان خونه زندگی داری که شاهنشاهی رو برای خودم تنها دارم حال میکنم اینجا، تنها فقط با یه جوجو هر شب داداشی. کسخلم نیستم، برای خودم دردسر درست نمیکنم، بی حاشیه برای خودم. قشنگ است نه داره حال کنم. بیا جان همین روزاست بابا نوئل بیاد اینجا شب گردن پیرن بچه منو داری که آقا شاپورو، چقدر خوشگله. و اینو نگاه کن، اصلا اینا رو ندیده بودم من که. ببینیم دیگه چی هست. ای وای کسر رو نگاه کن، این لاخار کسه قایم شده. درخت قشنگی هست یا نه؟ بیا درخت نگاه کن، حال کن درخت رو. آقا من دیگه دارم میرم برای کما دیگه فعلا، قربانت خدا فستا فردا. آقا دارم برای خودم غذا میخورم. درخت دیگه حال کن. میگم آقا من این شمام داره تموم میشه، من هر شب شم استفاده میکنم. میخوام ببینم که کسایی که امریکا هستین، این دختر مختلای با کلاس هستین که رنگای خیلی مثلا رنگای قهوه‌ای کم رنگ، مبلای سفید مخملی، این با کلاس ها دیگه، یه چند تا وبسایت شم برای من میفرستین. نه حالا شم دونه $100,000، یه چیز درست حسابی اگه هست ما شم بخریم اینجا بذاریم اینجا شبا برای خودمون تنهایی زندگی کنیم. فهمیدی؟ جان بگی. من نور بدم میاد، دستشویی نشستم. خب این دمپایی فیکه، این دمپایی جیوانجی واقعی نیست. این دمپایی رو یکی از دوستای من از ترکیه اومده بود چند روز پیش من، خودش به من گفت گوایسا اینو خریدم $2. باورت میشه؟ بعد من خودم یه جیوانجی مشکی دارم. گفتم چون دخور $2؟ گفت آره. بعد خب میپوشی یه ذره، بعد جا گذاشت اینجا. آره واقعیش از $300 $20، این $4-5 $300 رو کسخلو گم کردم، این کیریه رو نگه داشتم. خواهد تو سرتو بکنم. میگم از این زندگی که دارم خیلی راضیم، همین باشه خدا رو شکر. همین خواستم اینو بگم. آقا پارت اول تعمیر تموم شد، کلاژ تعمیر، گیربکس رو تعمیر کردم. حالا باید برم یه دور تموم شد، دور زدم، حالا باید برم یه دور دیگه بزنم ببینم داغ میکنه چجوری میشه. گفتم که وزن رو میخوام زیاد کنم، گفتم باید بشم 100 کیلو. 92 بودم یادتونه 3 روز پیش دیگه. الان 10-12 تا تخم مرغ، کره بادام زمینی، اوتمیل، پروتئین میاد توش. اینو میخورم و میرم میخوابم. تمام. گفتم که کریسمس رو برو یا علی.